حال هستن خوبه؟ الحمدلله. دیگه قومم نیست. بله؟ قومم نیست. هیچ جا. بسم الله الرحمن الرحیم. که من زحمت دادم که آقایان تشریف بیارند. جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی و الهی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان، به آستانه. آقایون کسی را تعیین کنن، اشخاصی را که اونو ببرن به مجلس و اشخاصی را که ببرن به چیز، یعنی با یکی از این آقایون خودمون ببرن به مشهد. شما تعیین کنید 1 نفر، 2 نفر، 2-3 نفر را که همراه این برن. یعنی بنده تعیین کنم؟ آقایون فرق نمی‌کنه دیگه، همه وقت اونجا اون وصیت‌نامه قبلتون که اونجاست بیاره. بله دیگه اونش باید میگیم. اینا میذارن اونجا، اون که قبل دادیم اونا میگیرن میارن. اون که در مجلس الان مجلس خبرگان اون دادیم، یعنی به مجلس شورای الان توی صندوق مجلسه، اما اون موقع تحویل دادید به مجلس خبرگان. خب حالا همونطوره دیگه، همونطوری که اون وقت بودم حالا هست، منتها این که این باید گذاشته بشه او بیاد. خود آقای هاشمی که هستن در مجلسش و ایشون با یکی از بله برای مجلس خود آقای هاشمی مجلس رو، بله، اما خراسان رو تعیین کنید. خب میفرستیم چون دیگه، یعنی باید 2 نفر تعیین شه، یکی از آقایون خودمون باشه، مثلا ثانیه یا توسط. خب این یه جهت بود. یه جهت دیگه این که یه در مجلس خبرگان هم الان باشه، آقای مشکینی هم مثلا. بله اونم خدمت ایشون داده بشه. شما و ایشون چون 2 تا مجلس با همه، شما و آقای هاشمی با هم مجلسین با هم مشهد هم یکی تعیین کنن بعد میان. باید پلم که نشده این رو با مهرموم کردیم. این طورش دیگه. نه مهرموم کردیم، گذاشتیم این تو درش رو بستیم، اما پلم نشده. پلم که اونجا شده به گونه ایست که نمیشه باز کرد. یعنی ما دقت کردیم اگر کسی باز بکنه و ببنده حتما معلوم میشه. خب اینم همون پلم بکنیم. باید مندونه پلم، این پلم رسمی از وزارتخانه آمد، مسئول پلم آمد پلم کرد در حضور جمع. الان در حضور جمع با همون تشریفات پلم بشه یا اینکه خودمون بریم پلم کنیم. 2-3 نفر آقایون رو تعیین میکنن، آقایون میرن پلم میکنن دیگه. مقصود ما این است که از آقایون اشخاصی باشن همراه، یکی از این آقایون هم همراهتون باشن. آقای صافی هم هست از مجلس. بله آقای صافی هم هستن. آقای مشکینی، آقای هاشمی، آقای صافی، 3 مجلس. اگر آقا موافقت بفرمایید آقایون فرصتشون باشه امروز این جمع متفرق نشیم، مثلا بریم مجلس یا جای دیگری، هرچی جمع عالی بفرمایید اونجا بگیم پلمچی بیاد اونجا در حضور همین جمع پلم کنن. اون خیلی بهتر است البته. این خیلی اگر نتونن بمونن. خب حالا مثل شما که نمیتونید، خب من ندارم هر کی توانید. ما ادای ایشون که خب قوز دارن دیگران دیگه اینا رو در همونجا خود آقایون، در حضور آقایون، آقای صافی و دیگران، آقای مشکینی، در حضور اونا این کار درست میشه و بعدم سپرده میشه و اون پلم این یکی هم زده میشد که باید مشهد بره. 2-3 نفر هم تعیین کنید که ما میفرستیمشون مشهد. اون هم تحویل بدیم به آستانه. با آستانه باید تحویل. اونی که در اونجا هست. بله. اونی که در اونجا هست. اون باید بیاد اینجا دیگه.
اونی که اونجا هست یه نسخه هست یکی هم بیاد یک از نسخه در مشهد، یکی در فرمان که عوض اونا رو باید بیارن، اینا بگذارن اونا بیارن. السلام علیکم و رحمت الله. خداوند خیلی مبارک و مستدام بدارد و همه وظیفه ما همین است که حضرت عالی دعا کنیم و که در دل عنایت حضرت ولی حضرت خواهیدار باشد و البته همچون که فرمودید با اعتماد به انصاف حضرت ولی است اگر الله تعالی باشه انشاءالله همین منفیات حضرت عالی و مقاصدی که الحمدلله تعالی تحقق پیدا کرده است و بیشتر از اینها انشاءالله خود حضرت عالی انشاءالله میکنیم همه بحث بهش محقق بشه انشاءالله یه انقلاب جهانی حضرت ولی است انشاءالله انشاءالله انشاءالله. حالا من اینا رو تحویل بدم اینجا به آقایون. یه نشست رو کلون میکنه که